میکنن میگه که کی از جوانمرده که به عهده میگیره که همین کاروان سولین بره و بگردونه بیاره. یک شخص از بنی حوازین اونجا بوده است با نام عروة الرحال ابن عتبه و میگه که یا شاه من میگه به کلمه میبرم میارم. با این باروز کنانی میگه که مرده که خوب تا همین باوری داری که از بین قبیله های بنی کنانه و بنی ربیع و بنی سعد همین کارون سولین بگذارنی بری. میگه باوری چه اندیشه کردی؟ میگه کردم. دیگه خوب میگه چی نمیگه کارون میگیره میبره. این خونه سوخته باروز ابن قیس هم در دلش کینه گرفته بوده است. میره یک شیک دیگه جمع میکنه و میگه که سرداری همین کاروان همین مقصد راهبری کاروان در دست قریشی‌ها نیست. تشویش نکشه هیچ که دو طوله بکنه میوین غورت میکنن کارونا. عروة الرحال میکشن قطی چند شریکش همون کارونا دزدی میکنن میرون. همه شب و روزا در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم زمان جوانی شای با روایت صحیح همون سال حضرت 16 هنه پر کرده بود. میگه در اوکاز قریشی‌ها سودا میکردن خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم امکوش یوردن میکرد است. همراه امکوش در همین اوکاز بوده است. وقتی که غورت میکنه این باروز کنانی یک آدم میفرسته در و به قبیله بنی کنانه و قریش که من چند نفر از بنی حوازین کشتگیم خشتونه در سر تو بگیره که قصاص میگیرن. او زمان قصاص خونی بود که خبر وقتی که با قریشی ها میرسه در حال بار پتک چیزی داشتن میبندن طرف مکه حرکت میکنن. این از قفا بنی حوازین خبر میشوه. ای قفاش سرونده میوین اخیرالامر جنگ سر میشوه. بسیار جنگ سخت شدگی 4 سال متداوم جنگ رفتگی. این با نام حرب فجار در تاریخ اومدگی. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که من بچه‌ک بدم مقصد التماس کردم اما کمک که اجازت بده منم اشتراک کنم. تیرهای کجاله را میگرفتم راست میکردم میگه تیردانو را پر میکردم اما کمک در همین جنگ یاردم میکردم. جنگ 4 سال رفت است. عاقبت الامر وقتی که صلح کردن ابتدای جنگ در حضرت 16 ساله بود. الان وقتی صلح بستن 20 ساله شده بود. دیگه جوانمرد شده بود. یعنی در اول تیر راست میکرد بعدا کمک کرد. مقصد هم قبیله هاش جنگ میکردن. با اخیر الامر صلح کردن به همین شرطی که حساب میکنیم مرده های کسی اگر زیادتر باشه این طرفی که مردش کمی کو در عوض هر یتش خونبه ها میده. وقتی حساب کردن حقیقتا از بنی حوازین یک 20 نفر زیادتر کشته شدگی بوده. مبلغ یعنی خونبه های 20 نفر قریشی ها دادن و به همین صلح شد. ببینه کی راهزن و جرأت کردن که کاروان را بزنن. وقتی دانستن که سردار کاروان از قریش نیست از کنانه نیست از حوازین است. برای همین خدای تعالی منت میکنه که فلیعبدوا رب هذا البیت. این بدبختا یا باید پروردگار همین خانه را عبادت کنن. همین پروردگار را کور نیست گور در پیش دی صاحب نعمتت کرده است امن امانی در نگه داشته است و تو چخیل را عبادت نمیکنی. سبحان الله. او کور نمکی در خود تا این درجه را بشوه. ابر باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نان به کفاری و به غفلت نخری. همه از بحری تو سرگشته و فرمانبردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. خدای تعالی به خاطر آن که تو صاحب یک کنون شای تمام طبیعت در خدمت واگمار کرده است و وقتی که تو فرمان نمیبری این از شرط انصاف نیست. بیای مرحمت کنی. بیای بشه. این همین محفل شا برگزار بسازی و مقصد که به خاطر شکرگزاری نعمت مال ذبح کنی و موی سر فرزند بتراشی و برای فرزند یک نام خوب و یک نام زیبا بگذاری. الحمدلله رب العالمین از همون طبقای گوشت که آوردن فهمیدن که این پسر بچه هست. او برای که بچه را حقش بیشتر و زیادتر هست. در بچه 2 تا میکشن. این محفله بابای ایشان از بس که بسیار وریده الحمدلله خداوند ای زیادترش بتا تمام نواسوش همترین محفل معرکه کرده است. الحمدلله این معرکه را هم همین خیلی گذشت. یعنی که
اگر به شرطی که طفلکی که تولد میشه پسر بچه باشه حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرد عن الغلام شیطان حق پسرک دو گوسپندای یا دو بزای یا یک بزه یک گوسپندای اگر دخترچه باشه یک تا و عن الجاریه شاه همو باید رعایت شود. خب انشالله رکن دومش گرفتن موی سر است. ولی من نمیدونم که سرش تراشیدن یا نتراشیدن. نتراشیده. اگر انشالله روز جمعه بهترین ایامای سر بتراش. و مستحب است که به وزن موی سر نقره صدقه کردن یا پولی نقره را بتر. حضرت صلی الله علیه و سلم در حفوظگی تولد امام حسن میگه خونه حضرت علی اومد، حضرت نبوده است. دو گوسپند خطیش آورده بود برای همون ضبط کردن. فاطمه را امر کرد، بیبی فاطمه زهرا را گفت یا فاطمه احلقی رأسه. فاطمه گفت سری حسن را بتراش و توزنی و همون موی سری تراشیدگی را وزن بکش و تصدقی به وزنه من وریق و با وزن موی سرش نقره صدقه کن. نقره ببینید بیبی فاطمه که در امر سرش تیغ در دست نگرفته است، سری حسن بیبی فاطمه تراشیده است. حسن بسیار سرمو بود. حسن با رسول خدا صلی الله علیه و سلم به نهایت زیاد شباهت داشته است. خودی پیغمبر سرمو بود. در سن 63 سالگی حضرت وفات کرده است. موی سر عیبه فرق میکرد، در کتفاش میزد موی سرش. اما حسن هم بسیار شباهت داشت با باباش. اگه ترازویی که او 3 گرم و 4 گرم چین کنه در زرگرو اگر نیوی کاری خدا دیگه در هیچ جای افتش نمیشود. برای همین انشالله همین توکلی 50 سوم صدقه سری فرزند یگون کمبغل بودی ایودش ببروی بعدی تراشیدن سر. و نهایت سیم رکن حقیقه که بسیار مهم است نامگذاری است. ایشانی سید ابرو را سوال کردیم که چی نام کردی در وسط؟ گفت که میگن که بلال. خیر با شما چیزی بگید. وقت بلال شد دیگه چی میگو؟ دیگه ای بلال نامی بزرگتر اینجا میوی. ای اون نامی بزرگترش در این اویله هستن همش الحمدلله. ماشاءالله. خشا به حال مسلمانه که از محبت حضرت بلال فرزند بلال نام میکنه. ولی این مردمی ما حجیو میگن که همین زنگی ها بسیار بی ادبن، بی تمیزن، بخگی میکنن. من گفتم خانواده تو بسرش از زوری نکه، تلش نکه، بخگی نمیکنن. با نام خدا همین زنگی اونم حبشی وحشی تریش همین یا بلال میگوی که او میشوه. با خدا قسم او میشوه. بتونم تا سرسری دست میکنم. خوش قوقت دم نکه سیاستش نکنه. بگو یا بلال صبر همین خشم هم باور کنی هم در جاش هم تا چوب میشوه. و از محبت حضرت بلال. همین کسایی هم که الحمدلله نام بلال در فرزندان میگذارن همشون به خاطر حضرت بلال رضی الله تعالی عنه این نام میگذارن.